زمین لرزه هرات که بود، ببینید بدون هیچ سیاست همین روحی خراسان در همه ما هست. وقتی در هرات زمین لرزه شد، دولت، رئیس جمهور، وزارت خارجه هم دردی خود گفتند، ولی همچون شهروند من همون شب یک نوار کردم و همین شعر همون لحظه نوشتم. استاد میگن همون در دوامی همین بحث هرات بخونید. خب ببینید احساس ما نسبت هرات، جامی و نوایی و هلالی و بنایی، این بزرگای هرات که ما در کتابای درسی ما هر روز میخونیم. جامی و نوایی و هلالی و بنایی، ای خاک هری مادری اندیشه مایی. با خواجه انصاری و تفسیر حسینی، برگردن ما تا به ابد قرضی و دینی. هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، یعنی بیت اساسیش، هر فرد که تاجیک و خراسانی ذاتی است، در جوهر او یک قلم از سبک هراتی است. مایان که شکرخواره این قند هراتیم، امروز عزادار چه فرزند هراتیم. چون همه امامی سخن از هلالی و جامی و بنایی و اینا گرفته، یاد گرفته. امشب به غم مردم زارش بنشستم، در گوشه هر خانه مزارش بنشستم. خانه هاشون مزار شده بود. افسوس که یک کنگره ننگ فرو رفت، افسوس که یک گنبدی فرهنگ فرو رفت. جامی و نوایی و بنایی و هلالی، ای رود هری رود همه اشک زلالی. شهری که ستون مهره ایرانی بزرگ است، شهری که ستون مهره ایرانی بزرگ است. شهری که نگهداری خراسانی بزرگ است.